سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. آقا تو شهری که من هستم یه کارخونه شکلات سازی برای تابستون اومده از این علامت گذاشته که اگه با 3 تا سلفی بگیری میتونی این جایزه رو ازشون تحویل بگیری. یه عدد پارچه کیسه‌ای با طرح اسم همون شهر و یه عدد باکس که توش یه سری جایزه داره. اسم کارخونه هم فازر هستش اگه اشتباه نگفته باشم. میبینید که خیلی این جعبه خوشگله به طور کلی. داخلش هم 4 تا هدیه بود که محصولات خود همون شرکت بود به صورت رایگان. اولیش یه پاستیل توتی فروتی نارنجی رنگ ترشمزه بود که خیلی هم خوشمزه است. دومیش یه بسته پاستیل صورتی ریمیکس فروتی بود. این یکی شیرینه، من زیاد دوستش ندارم ولی اگه چیز شیرین دوست دارید امتحان کنید. سومیش هم آدامس مومین بود. مومین به این کرکتر سفیده میگن که توی فعلا خیلی محبوبه، خیلی دوست داشتنیه و محصولاتی هم که مرتبط بشه خیلی گرونه. و آخری هم یه عدد گیفت کارت 10% تخفیفه برای محصولات خود کارخونه فازر که میتونید ارائه بدید به اون شعبات اصلی و این تخفیف رو انجام بدین و خرید خوشگلتون رو بکنید. امیدوارم که دوست داشته باشید و اگه همچین طرحی هست شما بتونید بگیرید.